در کربلا وقتی سر می‌بریدند تو کجا بودی؟ بر بلندی نشسته بودم و تماشا میکردم. وقتی بچه‌ها می‌دویدند؟ وقتی خیمه ها آتش گرفت؟ وقتی همه تشنه بودند و آب نبود؟ از کدوم؟ دیگر طاقت ندارم. چطور طاقت دیدن داشتی؟ طاقت شنیدن نداری؟ آب نبردی؟ خجالت کشیدم. نه ترسیدی، ولی اگر من بودم نمی ترسیدم. از بچگی وقتی تشنه بودم مادرم برایم آب می آورد. تشنگی را نمیفهمم فوزیل. من مستحق مرگم. نه تو مستحق نیستی. من مستحق مرگم. نه فوزیل تو مستحق نیستی. تو مستحق نیستی سرت بالای دی باشد. وای بر سری